به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و سعادتمند باشید. یک سلام خدمت شما بینندای خوب و ارجمند ما همچنان تقدیم میکنم. آرزو دارم که از گزند روزگار در امان باشین و در کانون خانواده گرم که هوای سردم بالایتان تاثیرات بد نداشته باشه. بینندای خوب نازنین، ما همیشه سپاسگزار شما هستیم که برنامه خودشناسی را میبینین و از بحثایی که اینجا صورت میگیره استفاده میکنین و این سبب سرافرازی و خوشبختی ماست. خدمت شما حاضرین در تالارم سلام تقدیم میکنم. شما یار یاور همیشگی ما بودین. تقریبا 1 سال است که ما و شما با هم میشناسیم. زیاد ما دوستای بسیار صمیمی شدیم و یک مسیر 1 ساله را آمدیم و بسیار مطالب بین ما مبادله شده و حتی یک شناخت در قسمت یکی دیگه، باورهای هم دیگه، خصوصیات و رفتار هم دیگه را آشنا هستیم و این دوستی ما و شما دوستی بسیار عمیق است. نسبت به اکثر دوستی ها متفاوت است، چون یک دوستی در اثر یک عمل نیک و در اثر یک درک عمیق و یک وجه مشترک کل ما و شما که به خاطر بهبود زندگی خود و هموطنهای خود تلاش میکنیم و ما به خاطر قدردانی از این زحمات شما که آمدین، اداره تلویزیون تصمیم گرفته که دیگه هر هفته برای اجزایی که امرای ما مدت طولانی اینجا آمدن تقدیرنامه برشان بتیم تا همیشه یادآور این پروسه موفقیت برشان باشه و حتما بخیر تصمیم داریم که کسایی که 2 تا تقدیرنامه اخذ کنه، اگر ابتکاری دارن، برنامه میخواین بسازن، تلویزیون وقت در اختیارشان میمانه و طرح برای ساختن برنامه را برشان فراهم بسازه که خدمت وسیع‌تر کنه. به خاطر که من همیشه افسوسم دایی بوده که ای کاش زمینه مساعد میشد که بحثایی که شما میکنین برای دوستا انتقال میکرد، چون بعضی دوستای ما بنابر مشکلاتی یا بنابر تنبلی تا اینجا زحمت نمیکشن نمیان و بحثایی که شما اینجا 1 ساعت یا 1.5 ساعت میکنین به مراتب از صحبت‌های مکده خوبتر است، چون شما هر هفته یک کتاب میخونین و تازه ترین مباحث مطرح میکنین. به هر صورت دوستای از نازنینم، از کل گپا کده مهم است که همدیگر دوست داریم و من شدیداً برتان احترام قائل هستم و همیشه یار یاور ما بودین. زنده و سلامت باشین. امروز میخوایم یک بحثی را آغاز کنیم که شاید 2 یا 3 برنامه دوام پیدا کنه و از شما، از بینندای خوب نازنین، ما از شما خواهش میکنیم که دیگه من بعد که میایین حتما یک کتابچه براتون بگیرین به نام کتابچه موفقیت که بعضی یادداشت‌ها را بردارین، به خاطری که ما در شرایط زندگی میکنیم که فشار کاری و مسئولیت‌های دماغی زیاد است، موضوعات به یاد ما نمیمانه. اگر یک قلم و کاغذ باشه که یادداشت بگیرین بسیار خوب میشه. و از بینندام خواهش ما است که یک کتابچه برای موفقیت داشته باشین، اهدافتان بنویسین، جملات خوب بنویسین، ولی حداقل خب بر از این برنامه و چند برنامه دیگه که من 100 صفت انسانای موفق میگم حتما یادداشت کنین. امیال قلم کاغذ بگیرین و ببینین از 100 صفت چند تاش در وجود شما است و چند تاش نیست و اونایی که نیست تنها افسوس نخونین این صفت ندارم. خیره، از امروز که میشنوی این صفت تمرین کو دیگه، از امروز تمرین کو و این جمله یادت باشه که برای موفقیت، برای شروعش هیچ وقت دیر نیست. همین لحظه که برنامه را میشنوی از امروز تصمیم بگیر که تو هم مشخصات یک انسان موفق در وجود خود بکاری. یک ضرب المثل بسیار خوب و مشهور ما در بین مردم ما داریم که میگه جلو تاوان از هر جای بگیری فایده است. هر جای شما نقطه توقف بتین همونجا خوب است. زندگی از همون لحظه رنگ میگیره و شروع میشه. عزیزای نازنینم، 100 صفت انسانای موفق. انسانای موفق دنیا چی مشخصات مشترک دارن؟ اگر این صفت‌ها را ما و شما عملی کنیم من حیث عادت‌های خوب، ما و شما موفق میشیم. بیشتر شما بحث شخصیت و خصوصیات و رفتار داشتین. شخصیت ما در حقیقت عادت‌های روزمره ماست. ما 2 نوع عادت خود داشتیم. یکی عادت آدمای ناموفق. اگر عادت آدم ناموفق بار بار تکرار کنیم ما میشیم ناموفق و اگر عادت آدم موفق تکرار کنیم ما میشیم آدم موفق. سخن حضرت علی کرم الله وجهه میگه مراقب افکارت باش که به گفتار تبدیل میشود.
و یا حتی میگه در تنهایی مراقب افکارت باش. وقتی تنهاستی مسئولیت است که افکارت خوب نگاه کن. گپای ما از کجا میشه؟ معمولا چیزایی که ما زیاد سرش فکر میکنیم و در گفتار ما. مراقب گفتارت باش که به عملت تبدیل می شود. چیزی را که ما بار بار میگیم و عمل ما میشه. اگر شما هر بار از مطالعه، از موفقیت، از خوبی گپ میزنید، مثلا من شما رو اینجا میبینم چون بحث ما همیشه بحث موفقیت اینا بوده، نام خدا کلتون کتاب میخوانین، بحث فن بیان میکنین. حتی ما وقتی اینجا صحبت میکنیم دیگه زیر فشار هستم که کلتون سر تا پای چک میکنین، وضعیت استاد شدن، صحبت کردن اینا، به خاطری که بار بار سر از این کار کردین و روز به روز شما در این بخش قوی شده میرین. بنابراین اگر ما مراقب افکار خود باشیم، افکار خوب، گفتار خوب، گفتار خوب، رفتار خوب. باز چی میگم؟ مراقب رفتارتان باشین که به عادت تبدیل میشه. یک کار که بار بار کنین عادتتان میشه و مراقب عادتتان باشین که به شخصیتتان تبدیل میشه. چیزی که عادتتان شد، شخصیت چی است؟ مجموعه عادتهای یک انسان. شخصیت خوب عادتهای خوب، شخصیت بد عادتهای بد. و بالاخره میگم مراقب شخصیتتان باشین که به سرنوشتتان میسازه. اگه شما شخصیت خوب دارین سرنوشت خوب، اگه شخصیت بد دارین خدای نخواسته شخصیت بد. بنان ما این صفات ها را میگیم، این تحقیق شده سر آدمای موفق صفات های مشترکشان گرفته و ما حدود 100 تا صفت مشترک بین آدمای موفق بیان میکنیم. یک تعداد از این دارین، یک تعداد شالی میشنوین که ندارین. از امروز وقتش است تمرین کنین و عادتتان میشه. اولین صفت آدم موفقی است که باور داره که با یک ایمان قوی و اتکا به توانایی خداوند متعال اکثر مشکلات زندگی را از بین میبره. در حقیقت باور قوی و ایمان درست انتیبادی است برای ناموفقیت و شکست ها. یعنی مشکلات زندگی ما را از بین میبره. از امروز بیاین یک تجدید ایمان کنیم. حتی در قرآن کریم هم خداوند میگه ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. یعنی دوباره بر ما تاکید میکنه که یعنی ما یک تجدید ایمان کنیم. شاید بعضی وقت میگیم مسلمان هستیم اما در رفتار روزمره فراموش ما شده. توکل ما ضعیف است. اگر کسی متوجه نباشه ما مثلا کارهای اشتباه انجام میتیم. اگر یک ناظری یا رئیسی نباشه کار از صدق دل نمیکنیم. دالی که ما اگر خداوند همیشه حاضر ببینیم این مشکل برطرف میشه. من چون یک کتابی را مطالعه میکنم که فعلا زندگی بایزید بسطامی است. در بین مریدای خود یک نفر از بین شاگردای خود زیادتر دوست داشت. دیگرها اعتراض داشتن که چی مشخصه داره؟ چرا از ما که زیاد دوستش داری؟ به خاطر جواب این سوالشان بر کلشان یک تا مرغ داد. گفت برین جایی بکشین که کسی نباشه بیارین. کلشان رفتن مرغ کشتن آوردن. الا همون نفری را که دوست داشت مرغ پس زنده آورد. گفت چرا؟ گفت من هر جایی که رفتم خدا بود. گفت فرق شما با این است که شما خدا را فراموش کردین اما این در لحظه فهمید که خدا همراهش است، میبینه. و همین خاطر شما یک جمله شنیدین میگه اگر گناه میکنین جایی بکنین که خدا شما را نبینه. خیر اجازه دارین برین گناه بکنین اما لطفا جایی گناه بکنین که خدا شما را نبینه. خب وقتی باور ما به این باشه که یک ناظر دائمی است و هر جای است، ما دیگه هم در خلوت متوجه خود می باشیم، هم در موجودیت رئیس ما، هم در موجودیت آدمای دیگه. بنابراین اولین صفت آدم موفق داشتن یک ایمان قوی، یک توکل قوی، یک باور قوی و این در مسیر زندگی میتونه بسیار خوب ما را کمک کنه. صفت دوم آدم موفق دارای اهداف مشخص است. آدم موفق میفهمه که کجا میره، میفهمه از زندگی چی میخواه، میفهمه تا یک سال دیگه چی نوع آدم است، از نظر تعلیمی و تحصیلی خود کجا رسانده، از نظر مالی خود کجا رسانده، از نظر اخلاق چقدر بهبود، از نظر روابط، صحتش، حتی یک سال بعد اندامش چطور خود بود و وزنش چقدر خود بود. اینا رو بر خود تجسم کرده و کار میکنه. برای یک ماه خود هدف داره، برای یک سال خود هدف داره، برای 5 سال هدف داره. ما در برنامه قبلی در مورد هدف صحبت کرده بودیم. آدم بی هدف خراب است. همین بحثی که در اواخر استاد عباس در برنامه بحث داشتن 2-3 تا مثال داد. اول گفت 2 تا شکارچی را بردن که شکار بزنین در یک جنگل. اولی شکارش خطا رفت، دومی هدف زد. از ارتش پرسان کرد که چطور؟ نفر اول گفت که
من وقتی میخواستم هدف بزنم گفت شما چی دیدین؟ گفت من شاخچه‌های درختی دیدم، حیوانات، پرنده اینا. این چون هر چیزی دیده بود هدفش خوب نخورده بود. دو میره گفت تو چی دیدی؟ گفت من فقط هدف خودم دیدم، یعنی هیچ چیز دیگر توجه نکردم. یا داستان دو میره گفتن میگه امیر تیمور وقتی بر خود میخواست که جانشین بگیره، تمام امو سرلشکرهای خود که لایق میدانست خواست. در برف بریده بود، در سر تپه یک درخت بود. برشان گفت هر کس به درخت راست رفته تانست امو جانشینم است. کل از اینا چی کردن؟ پیش روی پای خودم میدیدن که مبادا از پیششان مسیر کج شود. وقتی به اونجا رسیدن عقب میدیدن که کلشان از پیششان مسیر کج شده. گفت شما هیچ کدامتان لیاقت جانشین شدن نداری؟ گفتن امکان نداره آدم راست بره دیگه. خواهی ما نتونستیم. گفت حالی ببینید خودش درخت فقط سعی میکرد و میرفت. وقتی دیدن مسیر راست بود. چرا؟ چون تنها توجهش به هدفش بود. اگر در زندگی ما هدف داشته باشیم مسیر ما راست است. اگر هدف نداشته باشیم مسیر از پیش ما منحرف است. چون در این مورد ما قبلا بحث کردیم ولی نمیخوایم. دوستا میتونن رو بحث در یوتیوب تعقیب کنند. دوستا ماندن و همچنان اجزای ما به نام ما یک چینل یوتیوب ساختن که بسیار برنامه اونجا است. این برنامه رو میتونن اونجا تعقیب کنن. صفت سوم پیش یک انسان موفقی است که همیشه دنبال فرصت هاست. فرصت ها را کشف میکنه، دریافت میکنه و استفاده میکنه. اما آدم ناموفق چی میکنه؟ در کنج خانه شیشته باز یک دروغ هم میگه، خدا فریب میده. توکل ما به خدا انشالله که فرصت ها پشت خانه میاد، تخت ما آمدیم. او رقم نمیشه. آدم موفق توکلش به خداست. اما این جمله رو یاد داره، از معرکت از خدا برکت، نه که از ما توقف از خدا. خدا هیچ کس نمیکنه که هدفش پیش روش بندازه. بنابراین ما باید، من همیشه دوستا رو میگم لطفا شما قاره امریکا نشین کریستوف کلمبیا کشفتان کنه. کجاستی؟ چی توانایی داری؟ چی استعداد داری؟ بیاد کار. نه، شما خودتان کاشف شوین، خودتان کشف کنین استعداد خود، توانایی خود، فرصت ها را. بنابراین شناسایی فرصت ها و استفاده از فرصت ها میتونه یک عادت خوب باشه و آدمای موفقی را داره. از امروز شما ببینید چقدر تانستین در زندگی از فرصت ها استفاده کنین. و حتی یک گفتگو است میگه بعضا فرصت ها در دل یک مشکل پیش روی ما میاد. یعنی آدم موفق است که باز فکر میکنه خود این مشکل ما چه خوبی پیدا میتونم. در دل مشکل ما خوبی، فرصتش کجایش است. اما آدم ناموفق مشکل که دید تسلیمی میته، هیچ فرصت ها رو نمیبینه. چیز خوب بعضا یک جمله گگ میگه شما دیدین که تحفه برای کسی میارن، تحفه قیمتی که میباشه، یک تلفن که قیمتی که میباشه او را 10 تا قوطی میمونه، قوطی رو واس که تا کویشو بیافی. بعضا چیزای خوب این تو در بین مشکلات کی مشکل واس کی کو بگه ارزش مرا یادم داره. بنان این صفت دیگه شون است. بنان این حالتام همین نباید شده. همین شخصیت غلو و پنهانکاری و گپا خوب و بعضی وقتا تا مرگ افراد نه، با وجود آمدن شخصیت بعضی مرگ حیوانات خانواده‌ام بعضی‌ها مثلا چیز در خانه حیوانات که دارن پرنده اتفاق زیاد که تزونست است. اگر او میمیره میتونه تا ایالت وجود داره. موضوع دیگه که سبب میشه ما افسرده شویم، رها شدن، ترک شدن، جدایی پدر مادر، این تاثیرات است. طلاق پدر مادر میتونه طفل افسرده بسازه. مثلا بعضیا میگه دکتر امروز که ما هر چی هستیم اولادیم خوب است، موتر داریم، چرا افسرده است؟ وقتی جستجو میکنید آسیبش داره. یا بعضی وقت پدر مادر جدا نشده، بعضی وقت در افغانستان شما ببینید پدر 10 سال در مسافرت است. این بحث علمی ساینسی نیست. به این خاطر است من میگم اگر 1000 افغانی پیدا میکنید در کنار خانواده و 10,000 100,000 دور از خانواده 1000 ترجیح بدین اولاد شما به 10,000 نظر دینی ما کل ما مسلمان به دنیا می تنها به خاطر که پیمان روز الست بسته کردیم. بعضی وقت شده ما خواهر یا برادر خود دوست داریم کل ما ازدواج کردن رفتن به یک بورسیه رفتن. از نظر فطرت انسان بد نیست. دوستان در دوره کودکی و فقط درجات وابسته به شخص می باشه. یعنی هر انسان در دنیا قدرت تکلم داره، قدرت یادگیری داره، قدرت تعقل داره، هوش داره. اینا طفلکار روان میکنن در مکاتبی که صبح و شب در موج است. این بسیار خطرناک است. بسیار اگه آماده نیست نکنین لطفا. از اون پروفسوریش دیر شد طفل خراب نکنید. این که یک نفر اعضای خانواده یک جای سفر میره زیاد سخت اما نمیشه که دیگرها هست، ولی که یک طفل شما یک جای روان میکنید که برو در مکتب سیلگیام اونجا این خود میگیره از داشت یک عامل بنان میتونه یک دلیل بر افسردگی باشه.
ظرفیت یادگیری طلاق داشت. اینا گفتم یک یک مداد ما زیاد یاد کسی میگه من خواستگاری رفتیم یک جای پدر دختر از پدرم سوال کرد دل تو میخوایم یک داماد داشته باشی کاتا نان پاپا بگویم ولی نه ما اینمی ظرفیت برای قدرت یادگیری دارم صحیح گفت فلان که میارسی دارم کم زندگی خودم رو برای زوم منتال سر موضوع میگه رفتیم خواستگاری پدر دختر اون طفل که سیپی به دنیا آمده مسئولیت سر موضوع من از یک انسان اینجور چی ندارم یک کنیم چرا کردم پدرم گفت کرونا مشکل داره یاد نرفتم ما در گوشش زمزمه کنیم بدرنگا چی میگه کرونا و ما بسیار فایده کرده خب میگه وقتی کرونا نبود هیچ کس زن نمیده تا ماسک کس ندیدن نو میگن خواستگاری کردیم قبول کردن خدا کنه کرونا غلط نشه ولی اعلان میکنی که کرونا نیست ماسک نمانیم بعضی میبینی ماسک مانده او دلیل داره از محفل نمیگم خود بیرون میارم یک یگان ما خودم ماسک خود امروز از گاز پس کردیم اون که باشه یک ذره خوب معلوم میشه دیگه که میگه از بس که ازدواج نیستی براستی هم ترس خود اما نخواهد فتن تغییر میکنه مستری داره تغییر به دو سم میباشه این میوتیشن به دو سم میباشه میتونه مثبت باشه خواستگار هیچ کس خواستگار نه میگه از بس کمی ازدواج اینا خلاص ده میگه یک جای خواستگاری رفتیم میبینی آدم هوشیار دختر پسان کردیم که ملاقه و میارایی که تو کار داری در ازدواج چی هست یا برعکس گفت در چی شما بگید خواستگار آمده از دست نتیم خب میگه تا خواستگار گیره تا نامت از دست نت تا دیگهش میگه بسیار وقت دیر میشه میگه یک انجینیر رفت که آدم خیرات جمع میکنه یک دختر مقبول داره برای گفت که ما تعلیم یاد میگیریم برجستن شخصیت هر کودن به دنیا آمدیم بیعقل هستیم یاد نمیگیریم روابط اجتماعی رو نمیفهمیم آسیب میگیریم یک دو روز بعد میگه انجینیر گریه را شروع کرد پدر دختر رو چرا پشیمان عامل سوم موضوع ارث است خدا زد نکرد تو انجینیری کردم عمر تبا کردم نه نباید آید در این جا ما رفتیم انجینیری کردیم یا معلم پرسان کرد که احمد جان تو که زن بگیری چی میکنی؟ گفت برشخانه، موتر، چکر، لباس، طلا اینا. محمود جان تو چی میکنی؟ گفت من میخوایم زن احمد شام. یک امکانات که فراهم میکنه صفات مادر. اما موضوع ارث 9 ماه پیش از تولد خلاص میشه. در دوره جمهوریت چی میگفتن؟ خواستگار که میرفت میگفت بچه چی کار میکنه؟ میگفت در شرایط خود زنده نگاه میکنه. میگفت الان مبارک کنه. کلان میار داره گفته. یک توصیه بر دخترها خو یادتان باشه میگه خواستگار پشتون آمد. مادر بچه نبودیم. مادر کلان در وجود ماست. او گفت خاله ماما اینا در خورش وای معلوم میشه. اینا که میگه گفت دیگه خطا خوردنی نیست و از بس که خوش میشه دیگه تو قبول نیست. ما شخصیت ما خوب است، این صفات بد است. متاسفانه یک زن میگه از 6 پرسان کرد عزیزم یادت است که روز خواستگار آمده بودی چی گفته بودی؟ گفتم بیخی دقیق یادم است. چی گفته بودی؟ گفت یک نفر خوشبخت بود. افسردگی، خوشبخت عصبانیت. گفتم بیچاره که ممکن بود که تو ازدواج کنه. اما خوشبخت نیست. این میگه میراث به میراث نسل به نسل. اولاد این فکر باشه که وسواس از خانواده. ان شاء الله که مجردا بخیر پدر کلانای احساس مسئولیت کنن بچه‌ها یک کمک دیگه واقعا کمک بی غیرت ور شدن خودش خواستگاری نمیره دختران خواهش میسه میارا را پایین بیارین دیگه تو باشه مادر برای تو باشه میارا را کم کنین بچه‌ها باز کمکی چی میگه این جرأت کردن نمیتونن بخیر تعلیم تربیت تشکیل خانواده یک دلیل هر نسل از افسردگی که از خلاص دید مادرایتان نبودید معمولا جن‌های سالم غالب میشه هر اولاد عامل دیگه که سبب میشه ما افسرده نبودن محبت صمیمیت دوستی و نوازش و توجه اگر ما کودک هستیم یا حتی کلانان به این چیزا نیاز داره نوازش نمیشیم در خانه بر ما توجه نمیکنن محبت نمیتن میتونه در بزرگسالی سبب افسردگی باشه برای خاطر میگن توجه و محبت مثل اکسیژن روانی است اما که از نظر فیزیکی اکسیژن نرسه میگیریم توجه هم که نباشه ما حال ما خراب میشه. یک تحقیق هم کردن به صورت میگم که وقت کم داریم چای شادی را گرفتن بر یک تعداد مادر اصلیشان بود بر یک تعداد یک شادی جور کردن مادر نبود مثل شادی بود میفهمین چی گپ شد او چوچایی که مادر اصلی داشتن شاد بودن ولی اونایی که بیش مادری که حرکت نداشت خوب افسرده شده بودن بعد نوازش نمیشدن ولی محیط از چه شروع میشه در کل موجودات نبود توجه و تمرکز 9 ماه پیش از بعد از اینکه تخمه به اسپل رسید به وجود بیاره نبودن امنیت آرامش و آسایش در خانواده وقتی وسایل زندگی نداره فقر است بیچارگی است مشکلات است پول دوا نیست پول مکتب نیست پول یک کتابچه نیست یک لباس خوب پوشیدن نمیتونه روانش خوب است دوا به وقت میرسه پیش دکتر میره غذای خوب میرسه
در محیط خانه یا در مکتب یا در اجتماع تفاوت قائل میشن، مقایسه میکنن. بعضی پدر مادر تو بدر نمیخوری، خوراک کسایی که بدرک بچه کاکای کسایی که دختر مامای کسایی، این مقایسه ها ما را خراب میکنه. یا در مکتب که معلم میگه تو چندان آدم نیستی، احمد بیچو خوب آدم، این رقم مقایسه ها میتونه خراب میکنه. اگر مسابقه ایجاد میشه، محیط امروزی مسابقه و دویدن است، میتونه ما را افسرده بشه. اگر ترس ایجاد میکنن، اگر تنبیه میکنن، اگر زور میباشه، اینا هر کدامش میتونه حالت خراب بسازه. متاسفانه وارد کردن زور در خانه را سیومین اصل توبه کردن بود. ما در گذشته بدیهایی کردیم، ولی من همیشه میگم شیرین ترین پدیده دین ما توبه است که خداوند برای ما هر لحظه فرصت داده. هر صبح که میخیزی زنده استی یادت بیه خداوند گفته بندیم یک روز دیگه زنده ماندم، بگی توبه بکش اصلاح شو. تا روزی که زنده استی فرصت است. وقتی توبه میکشی خداوند همگیش برات میبخشه، به شرطی که از امروز دیگه اقدام کنی خوب باشی. بنابراین به خاطر گذشته های بد توبه میکنیم و از امروز متوجه میباشیم که اشتباهی از دست ما سر نزنه. چهارمین اصلی که گفتیم طلب کردن و خواستن و هدف جور کردن بود. ما از خدا چی میخوایم؟ این باید مشخص بسازیم. اصل پنجم سوال کردن بود. ما سوالای خوب باید از خود پرسان کنیم که ما در این مورد صحبت کردیم. من کیستم؟ چی باید بکنم؟ چی گونه انسان خوب شده میتوانم؟ چطور از بدی ها خود را نجات دهم؟ این سوال از خود میکردیم. بعدش هم اصل پنجم ما گفتیم که تلقین مثبت بود. ما برای خود تشویق کنیم. خود تشویق کنیم که من روز به روز خوب شده میروم، انسان خوب میشم، من انسان آرام هستم، من انسان صبور هستم، من انسان پرتلاش هستم، من انسان زحمتکش هستم، انسان قدرشناس هستم، علاقمند علم و دانش هستم، عاشق سمینار هستم، احترام پدر مادر خود دارم. این تلقینا رو بر خود کرده میریم و این آستاستا در وجود ما یک طوفان مثبت ایجاد میکنه. قدم هفتم هم که در برنامه قبلی ما گفتیم شناخت نقاط قوت و ضعف ما و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت. از امروز لیست میکنیم چی بدی یا چی ضعفا دارم و اینا را چطور خوب ساخته میتونم. این اصولی بود که ما در برنامه قبلی اشاره داشتیم. امروز پنجمین برنامه در این مورد. 4 برنامه ما قبلا داشتیم. اجزایی که اونا را ندیدن میتونن از طریق چینل یوتیوب تلویزیون افغانستان یا چینل یوتیوب به نام خود من دوستا جور کردن، دکتر جمشید رسا به انگلیسی نوشته کنین، میتونین او بحثا را تعقیب کنین. اما قدم هشتم چی است دوستای عزیز نازنینم در این مسیر، یا قانون هشتم چی است؟ اصلاح نگرش، تغییر دیدگاه، شستن چشم ها و دیدن به یک طرز خوب. ما متاسفانه زیاد ما بدبین هستیم. ملامت هم نیستیم. در خوردی پدر مادر، اکثر پدر مادرایی که سمینار ندیدن، برنامه خودشناسی ندیدن، کتاب نخواندن، فقط سریال دیدن. این پدر مادرها چی میکنه؟ در کودکی از کودک خودی چشمایش پس میکنه، یک چشم به اختیار خود مندازه. یک کودکی که خورد از خودش وقتی کاکا یا بچه کاکا یا یک کسی را میبینه یک گپ میزنه، پیشانیش همون چیزایی را که میبینه برداشت میکنه، همون چیزی را که میشنوه همون را برداشت میکنه. اما پدر مادر تو نمیمانی ما را، گوش ما را پس میکنه، ده یک گوشکی مندازه، یک فیلتر مندازه. بچیم زن کاکایت که گپ گفت ای تو مانا نمیته، تو را گفت نان بخو مانا نمیته، تو نخو، این نخو مانا میته. پیشانیش که ترش بود او پیشانی ترش ازی به این ماناست که تو چرا خانه ما آمدی. میبینین ما را دیگه چیز یاد میته. از امروز که وقتی ما میبینیم دیگه دید ما معنادار میشه، او چیزی که باید ببینیم طبیعی نمیبینیم. یعنی یک آینک بر ما زدن، یک آینک کبود بر ما میزنه. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب دنیا کبودت مینمود. شیشه کبود زدن، ما دیگه دنیا را برنگ اصلیش نمیبینیم، صدا را برنگ اصلیش به نوع اصلیش نمیشنویم. فرق میکنه دیگه، بر ما معنادار میشه همه چیز و متاسفانه بدبینانه میشه. بنابراین وقتش است که ما این را جور کنیم، این دیده جور کنیم. ما را یاد میتن عیب جو، هر جای میریم بدیا را میپالیم. مثال میگم، ما میاییم خانه،
پرسان میکنن. حالا این نمیفهم همه بگویم مثلا مادر ها بعضن که همه ها دشمنی داره. خانه همین چی بود؟ ما میبینیم از خوشیش که اول میتیم مادر خوش نمیشه. هی همین چقدر خوب بود زامت کشید سرم ماچ کرد بر من نان داد، از این چیزا مادر خوش نمیشه. اما یک دفعه که میگیم همین که شوهر خود جنگ میکرد خال مخال داشت دیدم او مادر لبخند در لبش میفته. ما یاد میگیریم که اگر میخوای مادر خوش شوه دیگه خانه امید که رفتی تو بدیار فقط جمع کرده برو. از روز دیگه که ما خانه امید ما میریم ما کمره مندازیم کجا بدیاست. مادر خبر داری این چیز خریده بودن، پردهشانی تو بود، یخچالشانی تو بود. کتشوی همین شوهر همین گفتگو داشت ما چی میشیم خبرچین بعد حتی 2-3 تا مندازیم دی دیگام زیاد میکنیم که مادر خوش بسازیم و مادر رو ما رو تشویق میکنه غیر مستقیم. ما میشیم بدبین، ما میشیم عیبجو، ما هر جای میریم بدیاره میبینیم. شما دیدین در محافل افغانا تعریف یک نفر کلی که چوپیچ یعنی اون نفر رو نمیشناسن، یک بدی بگو میبینی که از هر طرف گزارش شروع میشه بر 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 بدی گفته میرن. یعنی چی؟ یعنی ما عیبجوی هستیم. تو را گر عیبجویی باشد در سرشت نبینی ز طاووس مگر پای زشت. ما فقط پای زشت میپالیم، ما فقط بدی‌ها را میپالیم. ما از امروز یاد بگیریم که توجه ما بالای خوبی های یک مجموعه باشه نه بالای عیب ها. به خاطری که دوستای از نازنینم اگر ما بخوایم عیبای یک مجموعه را پیدا کنیم عیب پیدا میکنیم. اگر خوبی را خوبی شما یک انسان یک روز تصمیم بگیرین که فقط بدیایش ببینین میبینین امو انسان 10 بدی داره، ولی یک روز دیگه فقط خوبیایش توجه کنین میبینین خوبیای زیاد داره. این تحقیق کردن تا لیست دادن گفتن شما در بین آلمان شرقی و غربی کشورها را میداد در بین کدامش زیاد مشابهت میبینین؟ مردم آلمان شرقی و غربی را در بین کشورها انتخاب میکرد. دفعه دیگه برشان باز وظیفه داد تفاوت بین کدام کشورها زیاد است، بازم آلمان شرقی و غربی را میدادن. 2 دیدگاه اگر شما از نظر شباهت و مثبتی و خوبی میبینین امو چیزا را پیدا میکنین، اگر از نظر منفی و بد میبینین امو بدیایش پیدا میکنین. به همین خاطر ما خوب مطلقی نداریم. همونی که شما خوب مطلق فکر میکنین کمی دقت کنین بعضی بدی‌ها را داره، همونی که بد مطلق فکر میکنین میبینین خوبی‌ها را داره. بنان مهم است که ما نگرش ما چطور است. اگر بالای خوبی‌ها توجه کنیم زندگی خوب است، اگر بالای بدی‌ها بد است. بعضی‌ها شما ببینین لیست شکایت میندازه که زندگی چطور است و چنان است و غم است و پریشانی است و جان کندن است. اما یک نفر دیگر میبینی یک لیست خوبی‌های زندگی رو برات گفته است. 2 تا نگرش است. به می خاطر بود خار و گل با همه هوشمند چه در بند خاری تو گل دستبند. خار و گل اردوش در زندگی است. اما مهم است که تو توجهت بالای گل ها باشد، تو از گل زندگی لذت بری نه که نقناله کنی از خار. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟ گل بی خار نداریم. مهم است که ما بالای خوبی توجه کرده بتانیم، ما زیبابین باشیم. ما از امروز دیگه خود مجبور بسازیم که با هر کس و هر پیدا روبرو میشیم توجه ما بالای خوبیایش باشه، بالای زیباییایش باشه. و زیاد وقت یادتان باشه دوستای، وقتی شما در دیگران عیب جویی میکنین زیاد وقت و عیب خود است که بر دیگران نسبت میتین. یک پروجکشن و فرافگنی است، بدی خود بر دیگران نسبت میتین. به می خاطر آدمای خسیس دیگران را خسیس و گشنه چشم میگه، آدمای دروغگوی دیگران را دروغگوی فکر میکنه، چون او حالت خود بر دیگران نسبت میده. مثل که 2 تا زن شوهر بیدار شدن صبح، زنش گفتی زن همسایه چقدر چتلخور است، تو باید سرما شکر بکشی سعی که کالار لکه‌دار خراب شده. صبح دیگه باز بیدار شد، هی گفت که پودر کالاشوی زینا خرابه، سعی که کالایشون باز پاک نشده. چند روز هم سر کالای همسایه عیب میگرفت در تناب. یک روز خیست گفت حتما چقدر تعریف فامید حال پودر کالاشوی خوبی شورده، کالا چقدر پاک شده. شوهر گفت نه خانم جان من صبح خیسته بودم شیشه ها را پاک کردم. شیشه خودشان عیب داشت، کالای دیگران را ناپاک میدید. زیاد وقت ما عیب داریم، دیگران را بد فکر میکنیم. از امروز شما پیش خود تشخیص کنین. از امروز که رفتین مثلا روز جمعه برین یک دفعه میمونی
از امروز وظیفه بگیرین برای یک هفته. جایی که میمونی میرین پیش خود یادداشت کنین که کدام قوم شما در مسیر کمال است، کدامش نیست، در مسیر انحراف است. وقتی ششتین خاله، ماما، عمه، کاکا، هر کسی که بود که تعریف دیگران را شروع کرد، خوبیای دیگر را گفت، بفهمی در مسیر کمال است. این چشم زیبابین داره، از هر مجموعه زیبایی‌های شدیده. ولی به مجردی که عیب دیگران را شروع میکرد، بفهمین خود از این عیب داره. کمال سر محبت ببین نه نقص و گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. توجه کردن به عیب بی هنری ماست. انسان هنرمند به خوبی‌ها توجه داره، به زیبایی‌ها توجه داره. این از امروز تشخیص شما انسان هنرمند است قوم خویشتن یا بی هنر تشخیص کنین. پیش خود یک لیست بگیرین. اونایی که عیب میبینه، بدی میبینه، اونا بی هنر هستن. او یکی زیبایی میبینه، حتی تو زیبایی رو ندیده بودی، تو قدر به نظر تو آدم تعریفی نبود، ولی او تعریف میکنه. یک دفعه بفهم سعی از تو هم که هنرمند است. در او آدم او زیبایی رو دیده که تو دیده نتونستی. فرق هنرمندا با دیگرها همیست. چشم از اونا چیزایی رو میبینه که تو نمیبینی. او پیچش موی رو میبینه. او لطافت و زیبایی یک گل میبینه، دالی که بر تو معنا نداره. در انسان ها هنرمندایش هم است که خوبی ها را در دیگران میبینه، زیبایی ها را در دیگران میبینه. و این خود ما باید مکلف کنیم که رو ببینیم.